سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال ریون و شنیدن یک داستان ترسناک دیگه. دوستان، برای حمایت از ما کافی است این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. هانی که از لحظه ورودش چون کلمه‌ای حرف نزده بود و یه گوشه نشسته بود و به صحبت بقیه گوش می‌کرد، همش فکر می‌کردم شاید مشکلی داره. تا اینکه سر سفره شام بعد از غذا لب باز کرد و تشکر کرد. پدرم برای استراحت و خواب یکی از پیژامه‌های خودش رو آورد و به هانی داد تا راحت باشه. ولی اون قدش خیلی بلندتر از پدرم بود و وقتی پیژامه رو پوشید و اومد، صدای خنده همه به هوا رفت و منم با دیدنش توی اون پیژامه کوتاه نتونستم جلوی خندم رو بگیرم. هانی با دیدن خنده من نگاه معناداری بهم کرد و گوشه لبش کش اومد و آویزون شد. هانی پسری قد بلند با موهای فر و پوستی برنزه و سبزه بود که در نگاه اول لاغریش به چشم می اومد. چند روزی توی خونه ما بودن و بعضی روزا اقوام اونا رو برای شام یا نهار دعوت می کردن و دوباره برای خواب برمیگشتن خونه ما. بعد از یک هفته‌ای داشتن برمیگشتن خونه عموی کوچیکم و من خداحافظی کردم و از حیاط برگشتم داخل خونه که حس کردم کسی پشت سرمه. همین که سر برگردوندم هانی رو دیدم و بهم گفت فرصت نشد ازتون تشکر کنم. ممنون بابت همه چی. خیلی خوشوقتم که با شما آشنا شدم هلما خانم. همین که گفتم خواهش میکنم وظیفه بود، هانی رفت و بعد از رفتنش وقتی وارد اتاقم شدم دوستام رو دیدم. با خوشحالی بهشون سلام کردم و سوالی که این مدت توی ذهنم بود رو پرسیدم و گفتم اون شخصی که گفته بودین قراره باهاش ازدواج کنم همین هانی بود. اون دخترک که همیشه قدمی جلوتر می ایستاد و انگار اون پسر ازش مراقبت می کرد و مثل محافظی عقب‌تر بود، سری به نشونه تایید تکون داد که حالم دگرگون شد و با ناراحتی گفتم من دوست ندارم با این شخص ازدواج کنم. همون لحظه اشکام سرازیر شدن و مادرم وارد اتاق شد و پرسید چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ من که میخواستم به مادرم چیزی بگم، با دیدن پدرم پشت سرش که داشت وارد اتاق میشد به دروغ گفتم چیزی نیست، دلم درد میکنه. مادرم نگاه مشکوکی به من انداخت و متوجه شد دروغ میگم، ولی پدرم گفت تو چقدر نازک نارنجی شدی دختر، یه دل درد که گریه و زاری نداره. با رفتن پدرم از اتاق مادرم جلو اومد و دستامو توی دستاش گرفت و با لبخندی گفت دخترم این رفتارت واقعا خنده داره. شدی مثل اون کچله که ازش پرسیدن اسمت چیه و گفت زلفعلی. عجله نکن، صبر داشته باش، هرچی خدا بخواد همون میشه. با صحبتهای مادرم کمی آروم شدم و بی خیال این افکار و خیالات شدم. روزها میگذشتن و من مشغول درسام بودم. این وسط هر از گاهی اقوام و آشناها از طریق پدرم یا مادرم مشکل یا سوالی رو که داشتن ازم میپرسیدن تا من جوابشون رو از دوستان بپرسم یا راه حلی بدن. منم هر بار که میدیدمشون جواب دوستام رو بهشون میگفتم و اکثراً به مراد دلشون میرسیدن و گره از کارشون باز میشد. هانی و مادر و خواهرش هم هر ماه یکی دو بار بهمون سر می زدن یا ما به خونه عموی کوچیکم می رفتیم و اونا رو می دیدیم. تا اینکه یه روز وقتی خونه تنها بودم صدای در اومد و وقتی رفتم و در رو باز کردم هانی بود. بعد از سلام و احوال پرسی وقتی وارد خونه شد من رفتم و یه لیوان شربت درست کردم و آوردم که بهم گفت با پدرم کار داره. منم در جوابش گفتم خونه نیستن اما تا یه ساعت دیگه برمیگردن. هانی که متوجه شد من توی خونه تنهام بهم گفت پس من میرم هلما، خدایی نکرده نمیخوام با بودنم اینجا پشت سرت حرف و حدیثی باشه. وقتی مادرم از بازار و خرید برگشت بهش گفتم هانی اومده بود، اما وقتی دید تنهام و کسی خونه نیست قبول نکرد منتظر بمونه و رفت. مادرم با لبخندی گفت میدونستم هانی پسر خوب و چشم پاکیه.
روز بعد جمعه بود که پدرم پیشنهاد داد نهار درست کنیم و بریم پیکنیک. من و خواهرم وسایل و ظرفا رو آماده کردیم و پدرم ماشین همکارش رو امانت گرفته بود. وقتی دم در بودیم پسرعمم علیرضا و خانمش اومدن دیدن ما که وقتی دیدن ما داریم میریم بیرون میخواستن برگردن. اما پدرم اجازه نداد و دعوتشون کرد و با کمک علیرضا و همسرش وسایل رو از داخل حیاط توی ماشین‌ها گذاشتیم و همگی رفتیم دنبال هانی و خانواده‌ش و دست جمعی رفتیم گردش. اون روز همه خوشحال بودن جز مادرم. حس می کردم لبخند روی لبش زورکیه و از چیزی ناراحت بود. ندا همسر علیرضا پسرعمم کنار مادرم نشسته بود و من فکر می کردم به خاطر حضور اون ناراحته. بعد از غذا من رفتم کنار رودخونه‌ای که نزدیکمون بود و لب آب نشسته بودم که حس کردم یه نفر بهم زل زده. سرمو که بالا آوردم یکی از دوستام رو دیدم. همون دخترک بود ولی تنها و بدون اون پسرک اومده بود. به بقیه و خانواده که دورتر نشسته بودن نگاهی کردم که دیدم هر کسی سرگرم کاری بود و به دوستم گفتم چرا برادرت همراهت نیست؟ بدون اینکه جواب سوالم رو بده بهم گفت فقط اومدم بهت خبری رو بدم هلما. مادرت بارداره و بچه ها دوقلو هستن، یه پسر و یه دختر. از شنیدن این حرفش ذوق کردم و داشتم میخندیدم. تازه فهمیده بودم چرا مادرم کمی پریشون حال و ناراحت بود که همون لحظه هانی طرفم اومد و اون دخترک ناپدید شد. هانی با لبخندی گفت هلما تو همیشه با خودت حرف میزنی و میخندی؟ از این حرفش خنده روی لبام ماسید و خجالت کشیدم. هانی نمیفهمید من اون لحظه داشتم با دوستای غیبیم حرف میزدم و وقتی بهش گفتم هانی از حرفم جا خورد و گفت داری شوخی میکنی دیگه نه هلما؟ خیلی جدی بهش گفتم نه من کسایی رو میبینم که شما نمیتونین ببینین و بلند شدم و رفتم پیش مادرم. وقتی یواشکی کنار گوش مادرم گفتم تبریک میگم، دوستم گفت دوقلو بارداری و یه پسر و یه دخترن. مادرم از این حرفم شوک زده نگام کرد و گفت وای خدای من دیگه چیزی نگو هلما تا برگردیم خونه. اون روز وقتی برگشتیم خونه صدای حرف و صحبت مادر و پدرم رو میشنیدم که انگار از سقط بچه حرف میزدن و خیلی ناراحت شدم. میخواستم بخوابم ولی مدام حالت خفگی داشتم. همین که چشمامو میبستم انگار پنجه های دستی سرد و خشک گلوم رو فشار میداد و با نفس نفس زدن و تپش قلب چشمامو باز میکردم. وقتی چند بار این اتفاق افتاد با وحشت توی رخت خوابم نشسته بودم و زانوهام رو بغل گرفته بودم که متوجه حضور دوستام شدم. از دیدنشون خدا رو شکر کردم و گفتم من چم شده؟ چرا حس میکنم کسی میخواد خفم کنه؟ اون دخترک بهم گفت تو رو جادو کردن هلما. برادرم امروز برای فهمیدن همین موضوع و اینکه کار چه کسیه و هدفش چیه رفته بود. وقتی گفتم کی همچین کاری رو کرده و گناه من چیه، من که در حق کسی بدی نکردم، اون دخترک بهم گفت زنی که این کار رو کرده تو رو به چشم خطر و رقیبی برای زندگیش میبینه. وقتی با خواهش و التماس گفتم لطفاً بگو کیه، بهم گفت اون همسر پسرعمت علیرضاست. از شنیدن این حرف مغزم داشت سوت میکشید. باورم نمیشد ندا که زنی آروم و منطقی به نظر میرسید همچین کاری در حقم کرده باشه. اون دخترک ازم خواست کنار پنجره برم و درخت کوچیک داخل باغچه ی حیاط خونمون رو که در کنار درب حیاط بود نشونم داد و گفت اونجا جاییه که این طلسم رو دفن کرده و باید قبل از طلوع آفتاب اونو از زیر خاک در بیاری هلما. از جام بلند شدم و آروم از اتاق خارج شدم و رفتم داخل حیاط. توی تاریکی چون نمیتونستم چراغ رو روشن کنم و خانوادم بیدار می شدن، وقتی نزدیک باغچه رسیدم با ترس و وحشت اطرافم رو نگاه می کردم که یه لحظه داخل باغچه اسبی سیاه رو در مقابلم دیدم که صورتی ترسناک و عجیب داشت.
از دیدنش سر جام میخکوب شدم. اون موجود با صدای عجیبی بهم گفت حتی اگر قدمی جلوتر بیای دوستات رو میکشم. همون لحظه صدای اون پسرک رو کنار گوشم شنیدم و گفت نترس هلما، اون موجود پلید جرأت نداره به ما آسیبی بزنه. ما طایفه‌ای بزرگ و قدرتمندیم و این موجود فقط میخواد تو رو بترسونه. بسم الله بگو و جلو برو، من مراقبتم. من با ترس و لکنت بسم الله گفتم و قدمی جلو رفتم که اون موجود ناپدید شد. به سرعت کنار اون درخت داخل باغچه نشستم و توی تاریکی خاک رو با دستام زیر و رو می کردم که چیزی پیدا کردم و به نظر تکه‌ای پارچه سیاه بود که یه سنجاق بهش زده بودن. وقتی آوردمش داخل اتاقم و بازش کردم، داخلش یه دندون تیز که فکر کنم دندون حیوانی بود قرار داشت و داخل برگه‌ای تا شده اسم من با حروف مقطع نوشته شده بود. پایین برگه دعاهایی نوشته بودن که اسم مادرم هم در بین اون متن دعا بود. من وحشت کرده بودم چطور ندا، یه زن 20 ساله، همچین کاری کرده بود. میخواستم این موضوع رو همون شب به خانوادم بگم، اما دوستام اجازه ندادن و گفتن اون خودش تاوان این اشتباه رو پس میده. تو فقط این کاغذ رو بسوزون و اون دندون رو جایی دور از خونتون دفن کن. و منم همین کار رو انجام دادم. از وقتی علیرضا پسرمم ازدواج کرده بود، ما فقط 2 بار به خونشون رفته بودیم و بعد از پیدا کردن این طلسم من دیگه پامو توی خونه عمم نذاشتم. هر وقت خانوادم اونجا می رفتن، من درسها و امتحاناتم رو بهونه می کردم و همراهشون نمی رفتم. مدتی گذشت تا اینکه یه روز وقتی از مدرسه به خونه برمیگشتم، داخل کوچه که خلوت بود جلوی درب خونه دوستام رو دیدم. وقتی با خوشحالی جلو رفتم و سلام کردم، اون پسرک گفت هلما مراقب باش، ندا هنوز دنبال آسیب زدن به توه، ازش غافل نشو. اون دخترک هم جلو اومد و دورم چرخید و چیزی زیر لب زمزمه کرد و گفت و بعد هر دو ناپدید شدن. من که خبر نداشتم علیرضا و ندا خونه ما هستن. همین که پامو گذاشتم داخل خونه، قفسه سینم سنگین شد و حالت خفگی با سردرد شدیدی بهم دست داد. همونجا پشت درب 2 زانو نشستم و مادرم رو صدا زدم. وقتی مادرم اومد و اون حالت به سختی نفس کشیدنم رو دید، شروع کرد صدا زدن و کمک خواستن که علیرضا و ندا سراسیمه اومدن توی حیاط. من اون لبخند شیطانی که گوشه لب ندا نشسته بود از چشمم دور نموند که علیرضا بهم گفت چی شده هلما جان؟ خوبی عزیزم؟ من که به سختی نفس میکشیدم و نمیتونستم جوابی بدم. مادرم باردار بود و سعی کرد بلندم کنه که علیرضا مانع شد و خودش کمکم کرد و منو سوار ماشین خودش کرد و رفتیم دکتر. همین که از خونه کمی دور شدیم احساس سبکی کردم و به مادرم گفتم حالم بهتره، برگردیم خونه. ولی علیرضا قبول نکرد و گفت باید حتما دکتر معاینت کنه و ببینه چرا اینطوری شدی. دلم میخواست اون لحظه حقیقت رو بهش بگم، اما سکوت کردم. دکتر که نمیدونست ماجرا چیه، بعد از معاینه کردنم تصور میکرد یه حمله عصبی بوده و برام چند تا قرص و دارو نوشت و برگشتیم خونه. جلوی درب خونه مادرم جلوتر از ما داخل رفت که برام رخت خواب پهن کنه تا استراحت کنم. من با وجود ندا داخل خونمون پیاده نشدم و هنوز توی ماشین مونده بودم که علیرضا پسرمم گفت چیه هلما جان؟ چرا پیاده نمیشی؟ هنوز حالت بده؟ من سری به نشونه نه تکون دادم و نتونستم جلوی زبون بی صاحبم رو بگیرم و وقتی پیاده شدم بهش گفتم میدونستی زنت یه جادوگره؟ علیرضا از این حرفم شوکه شد و خشکش زد که من وارد حیاط شدم و همون لحظه اون دخترک رو دیدم و با دست به شاخه درخت اشاره کرد. همین که سرچرخوندم و نگاه کردم بین شاخ و برگ درخت به سختی چیزی رو دیدم و دوباره اون حالت سنگینی و خفگی به سراغم اومد.
علیرضا که پشت سرم وارد حیاط شده بود جلو اومد و همین که گفت از ندا چه خطایی سر زده به شاخه درخت اشاره کردم و علیرضا که دید رنگی به صورتم نیست و دستم و روی قفسه سینم گذاشتم به طرف درخت رفت. مدام به شاخ و برگ درخت نگاه میکرد تا ببینه من چی رو بهش نشون میدم، تا اینکه اون کیسه سبز رنگ رو که با نخی بین شاخ و برگ درخت بسته شده بود رو پیدا کرد. وقتی اون کیسه رو پایین آورد و طرفم گرفت و گفت اینو میگی، حالم بدتر شد و بالا آوردم. مثل بید میلرزیدم و همه ترسیده بودن از این حالم. به خصوص خود علیرضا، چون با چشم خودش اون بسته رو دیده بود. همون لحظه صدای اون دخترک رو کنار گوشم شنیدم و گفت هلما، داخل اون کیسه طلسمیه که با خاک قبرستان درستش کردن و باید اونو باز کنه و محتویاتش رو داخل قبرستان بریزه. وقتی من از علیرضا خواستم این کار رو انجام بده، ندا همسرش اومد داخل حیاط و با دیدن اون کیسه توی دست علیرضا رنگش پرید. من با ضعف و حال بدی که داشتم نگاهی به ندا انداختم و رفتم داخل، چون اصلاً نمیتونستم وجودش رو تحمل کنم. پنجره اتاقم که به حیاط دید داشت، رفتم کنار پنجره تا ببینم علیرضا چی کار میکنه که دیدم ندا داره سعی میکنه به هر بهونه‌ای جلوی رفتن علیرضا رو بگیره. ولی علیرضا اون کیسه رو همراه خودش برد و دیدم که ندا چطور داشت هرس میخورد و آشفته شده بود. ندا که خواست بیاد داخل خونه، چشمش به من پشت پنجره افتاد و با پوزخندی میخواست نشون بده از چیزی خبر نداره و من توی دلم میگفتم خر خودتی. رفتم و توی رخت خوابم بی حال دراز کشیدم که دیدم با کمال پررویی ندا اومد داخل اتاقم و با چاپلوسی ازم پرسید حالت بهتره هلما جان؟ خیلی نگرانت شدم. یعنی کی این طلسمو برات درست کرده؟ دختر به این خوبی آخه چه دشمنی با تو دارن؟ در جواب ندا به چشماش نگاه کردم و گفتم هر کسی باشه با این کار خیر از دنیا و آخرتش نمیبینه. راستی تو از کجا فهمیدی که اون طلسم برای من بوده؟ با این حرفم ندا که هول شده بود با تته پته گفت من نمیدونم، از این حال بدت گفتم، حتما برای تو بوده. با اینکه عصبانی بودم خندم گرفته بود. آخه یه آدم چقدر میتونه پست و درو باشه؟ هر کسی ندا رو میدید مطمئنم مثل من در نگاه اول فکر میکرد اون یه فرشته است. دختری لاغر با چهره‌ای زیبا و آروم، ولی اون یه شیطان واقعی بود که در قالب یه فرشته پنهان شده بود. میخواستم همه چی و جلوی مادرم بهش بگم تا حسابی زایش کنم، ولی اجازه این کار رو نداشتم و از ناراحت شدن دوستام میترسیدم. چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم و ندا هم از اتاق رفت بیرون. نیم ساعتی بعد حالم کاملا خوب شد و فهمیدم حتما علیرضا کاری رو که ازش خواسته بودم انجام داده. من وقتی بچه بودم تو عالم بچگی به علیرضا علاقه داشتم، ولی وقتی علیرضا ازدواج کرد دیگه برام مثل محمد برادرم بود و هیچ حسی بهش نداشتم. اون روز وقتی علیرضا برگشت داخل آشپزخونه رفته بودم تا کمی آب بخورم که علیرضا اومد و با دیدنش استرس حرفی که به خاطر حال بدم داخل ماشین راجع به ندا بهش گفته بودم رو داشتم. علیرضا روی صندلی پشت میز داخل آشپزخونه نشست و ازم خواست منم بنشینم تا باهام حرف بزنه. وقتی رفتم و نشستم علیرضا با شرمندگی گفت حالا میفهمم ماجرا از چه قراره. وقتی گفتم کدوم ماجرا بهم گفت هلما، من اوایل ازدواجم با ندا یه بار که توی خونه نبودم و سر کار بودم، وقتی برگشتم فهمیدم ندا و مادرم سر مسئله‌ای بحثشون شده بود. مادرم برای اینکه ندا رو سر جاش بنشونه و دیگه حاضر جوابی نکنه بهش گفته بود علیرضا به تو هیچ علاقه‌ای نداشته و به هلما علاقه‌مند بوده. اما من احمق چون هلما سنش کم بود تو رو برای علیرضا انتخاب کردم.
فکر میکنم به خاطر همین حرف بوده که ندا احساس خطر کرده و تو رو به چشم رقیبی برای زندگیش میبینه. اما چیزی که راجع به ندا گفتی اشتباه هلما. وقتی با تعجب گفتم یعنی فکر میکنی من دروغ میگم، علیرضا در جوابم گفت نه هلما جان، منظورم اینه ندا چیزی از این کارها و طلسم و اینجور چیزا نمیدونه و هرچی هست زیر سر مادرشه. چون یه بار وقتی مادرش اومده بود خونمون همراه ندا یواشکی پچ پچ میکردن و حرف میزدن که بعد دیدم حاضر شدن تا بیرون برن. منم بهشون گفتم چرا با تاکسی، ماشین که هست خودم میرسونمتون. اما مادرش سعی میکرد من همراهشون نرم و من ساده هم فکر میکردم تعارف میکنه، چون از سر کار اومده بودم و کمی خسته بودم. اون روز من بردمشون دم درب یه خونه و مادر ندا گفت اومده اینجا تا سری به یکی از آشناهاشون بزنه و زود برمیگرده. مادر ندا تنها رفت داخل اون خونه و من از این که ندا همراهش نرفته بود تعجب کردم و پرسیدم تو چرا نمیری؟ که بهم گفت چون تو داخل ماشین تنها میموندی. وقتی مادر ندا برگشت بهم گفت ما رو برسون بهش زهرا، یه فاتحه برای اموات بخونیم و بعد از این که کمی خرید کنیم خودمون با تاکسی برمیگردیم. من از این کار و رفتارشون تعجب کرده بودم اما چیزی نگفتم، چون اون روز چهارشنبه بود نه آخر هفته که همه سر مزار میرن. اما حالا علتش رو میدونم. من که از شنیدن حرفهای علیرضا بهت زده بودم. علیرضا بلند شد و گفت دیگه نگران نباش هلما، خودم این ماجرا رو درستش میکنم و از آشپزخونه رفت بیرون. از این حرف آخر علیرضا استرس و دلاشوبی به جونم افتاد و نگران بودم که علیرضا چی کار میخواد بکنه و چه فکری توی سرشه.